سلام، من محمد حسینی هستم، مدرس مهارت‌های مطالعه و یادگیری. افتخار این رو دارم که با آموزش یکی دیگه از مهارت‌هایی که در مدرسه و دانشگاه نمی‌آموزیم، از طریق فرادرس در خدمت شما باشم. ما از هر وسیله‌ای که بخوایم استفاده بکنیم، قبلش میریم دفترچه راهنماش رو می‌خونیم. هرچی این دستگاه پیچیده‌تر باشه، نیاز به این که دفترچه راهنماش رو بلد باشیم بیشتره. حالا ما یک وسیله پیچیده‌ای در مغزمون داریم که بدون اینکه دفترچه راهنماش رو خونده باشیم داریم ازش استفاده میکنیم سالها و سالها. حالا ما توی این سلسله درس هایی که در خدمت شما هستیم میخوایم که راهنما بدیم به شما بابت اینکه مغزتون و توانمندی هاش رو بشناسید. و به عنوان اولین راز میخوام بهتون بگم که مغز شما این توانمندی رو داره که هر چیزی رو که بخواهید حفظ بکنه. شما میتونید مغزتون رو پرورش بدید. با تمارینی که یاد میگیرید، با شناختی که نسبت به مغزتون و اجزای تشکیل دهنده اون به دست خواهید آورد. مغز شما انعطاف پذیره و شما قدرت اینو دارید که هر طوری که بخواید اونو تغییر بدید و تحت کنترل خودتون داشته باشیدش. شاید تا حالا واحدی به اسم پتابایت به گوشتون نخورده باشه، اما باید بدونید که ظرفیت مغزتون برابر با 1 پتابایته. 1 پتابایت یعنی چی؟ یعنی حدود محتوای 5 میلیون کتاب. 13 سال ضبط فیلم HD. 13 سال از زندگیتون رو در نظر بگیرید که تماماً داره ضبط میشه توی فیلم و با کیفیت HD. این مقدار به اندازه 1 پتابایت ظرفیت حافظه میخواد و اینکه 670 میلیون صفحه وب رو شما بتونید در یک جا بدید. و شاید این مورد آخر براتون ملموس‌تر باشه، اینکه شما 31250 آیفون 7 رو در نظر بگیرید و بدانید که ذهن شما و مغز شما این ظرفیت رو داره که به اندازه 31250 آیفون 7 محتوا و مطلب درش ذخیره بشه. پس فکر میکنم تا اینجا باور داشته باشید که مغز شما چقدر توانمندی داره. اما مهمه برای اینکه بتونید تمارینی رو که میگیم بهتون رو خوب انجام بدید و بدونید که در کدام قسمت از مغز شما داره این تأثیر رو میذاره، عوامل بیرونی و درونی رو بشناسید. منظور ما از عوامل درونی چیه؟ عوامل تشکیل دهنده مغزه، اجزایی که خیلی مربوطن به حافظه. قبلش دوست دارم این رو بهتون بگم که ما یک مغز جدیدی داریم و یک مغز قدیم. این یک اصطلاحه. مغز جدید منظور نیست که مغزی که جدید تولید شده. مغز از اول خلقت بشر یک جور بوده. منظور ما اینه مغز قدیم و مغزیه که جانوران هم دارند و مغز جدید مغزیه که فقط انسان‌ها دارند. یعنی چی؟ ببینید مغز قدیم اون چیزیه که به ما میگه گرسنه‌ایم، وقتی که خطر ما رو تهدید میکنه به ما هشدار میده. مثل اینکه شما اگر الان بینی و دهانتون رو با دستاتون بگیرید و اجازه نفس کشیدن به خودتون ندید، یک حسی، یک واکنشی در شما به وجود میاد که باید دستتون رو بردارید. بی اختیار دستتون رو برمی‌دارید برای اینکه نفس بکشید. این فرمان رو داره مغز قدیم به شما میده. اما مغز جدید چیه؟ مغز جدید اون چیزیه که به شما میگه باید رشد بکنید، باید توسعه پیدا بکنید، باید تحلیل داشته باشید. اون چیزی که ریاضی و فیزیک سرش میشه. این که شما الان دارید این ویدیو رو میبینید، مغز جدید به شما دستور داده. قسمت بعدی از مغز که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم هیپوکامپه. هیپوکامپ یعنی اسب دریایی و به خاطر شکل ظاهریشه که این اسم رو براش گذاشتن. یک جفت در مغز ما وجود داره، یکی چپ، یکی راست. شما فرض بکنید که 2 تا ظرف در ذهن وجود داره که مسئول به یاد سپاری مطالبه. حافظه بلند مدت ما در این قسمت هست. اخبارهایی که میشنویم، خاطراتی که داریم، درسهایی که میخونیم و قسمتی که وقتی که میخوایم نکته‌ای رو به یاد بیاریم ازش استفاده میکنیم. ادراک فضایی ما از طریق این قسمت از مغزمون انجام میشه. یعنی چی؟ ما وقتی که یک عکس رو میبینیم داریم یک تصویر 2 بعدی میبینیم و وقتی داریم در دنیای واقعی زندگی میکنیم چشممون داره فضاهای 3 بعدی رو میبینیم. حالا گاهی در ذهنمون داریم درک فضایی انجام میدیم. مثلا یک کمدی رو میخوایم در یک جای خیلی تنگی جا بدیم و میبینیم آیا این جا میشه یا جا نمیشه. بعضیها ادراک فضایی قوی دارن و بدون اینکه متر دست بگیرن با چشمشون با ذهنشون میتونن بگن که مثلا این کمد در این جای تنگ جا میشه یا جا نمیشه. اما بعضیها اشتباه میکنن. به اونایی که میتونن بدون اینکه متر دست بگیرن و با ذهنشون درک بکنن که آیا این وسیله در اینجا جا میشه یا نه و درست هم میگن، اینها ادراک فضایی بالاتر یا هیپوکامپ قوی تری دارن. حالا اینه به چه درد ما میخوره؟ واسه اینکه شما وقتی که میخواید مطلبی رو حفظ بکنید تمرکز کنید بر این قسمت از مغزتون.
حالا جای هیپوکامپ رو در مغزتون با تصویر نشون میدم که متوجه بشید. قسمت بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم اسمش آمیگداله. آمیگدال یعنی بادام و اون هم به خاطر شکلشه. آمیگدال یک جسم خیلی کوچیکی در وسط مغز ما هستش که خاطرات عاطفیمون اینجا سیو میشه و ما میتونیم از خاطرات عاطفیمون برای به یاد آوردن یک سری مطالب استفاده بکنیم. وقتی داریم یک کتابی رو میخونیم، وقتی داریم یک مطلبی رو یاد میگیریم، ممکنه ما رو یاد یکی از خاطراتمون بندازه. هرچی که این خاطره عاطفی باشه، یعنی باعث خوشحالی ما یا ناراحتی ما یا خنده ما بشه، این مطلب بهتر یادمون میمونه. و وقتی هم که میخوایم به یاد بیاریم، خیلی سریعتر به یاد میاریم. فعالیت‌های خلاقانه ما از طریق آمیگدال انجام میشه. پس وقتی که ما میخوایم یک کار خلاقانه بکنیم، میتونیم روی این قسمت از مغزمون تمرکز کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم. بنابراین ما برای حافظه بلند مدتمون به آمیگدال و هیپوکامپ احتیاج داریم. در واقع درک احساسات و پاسخ دادن به اونها از طریق آمیگدال انجام میشه. جسم پینه‌ای چیه؟ اون چیزی که نیمکره راست رو به نیمکره چپ وصل میکنه جسم پینه‌ای میگن. شما فرض بکنید جسم پینه‌ای یک آزادراهه. این آزادراه وظیفه انتقال دیتا را از نیمکره چپ به نیمکره راست داره. ما هر کاری که میکنیم به نوعی نیمکره‌های مغزمون در حال فعالیتن. حالا ممکنه نیمکره چپ 60%، نیمکره راست 40% و این درصد هی جابجا بشه. 50 50 20 80 30 70. هر کار نیمکره خودش رو میطلبه. مثلا وقتی می‌خوایم که ریاضی کار بکنیم، طبیعتا نیمکره چپمون خیلی فعاله. وقتی داریم کارهای خلاقانه می‌کنیم، نیمکره راستمون بیشتر فعاله. اما به هر نسبتی هر دو نیمکره دارن فعالیت می‌کنن و وظیفه ارتباط این دو با جسم پینه‌ایه. هر چی که پهنای باند این آزادراه بیشتر باشه، سرعت انتقال دیتا هم بیشتره و هر چی کمتر باشه خب ترافیک میشه و سرعت انتقال دیتا کمتر میشه. یکی از فایده‌های خواب برای مغز اینه که جسم پینه‌ای رو قدرتمندتر میکنه. در ادامه به شما خواهم گفت که چه تمارین رو باید انجام بدیم که به جسم پینه‌ایمون پهنای باند بیشتری بده. مثلا تمارینی که مربوط به تمرکز هست روی این قسمت از مغز هم تأثیر میذاره. اصولاً تمرکز جایی در مغز نداره. تمرکز یعنی که ما بتونیم تمام اجزای مغزمون رو در یک نقطه یا یک موضوع فعال بکنیم. اینکه یک جسمی در مغزمون مسئولیت تمرکز داشته باشه نیست. این اراده ماست که باعث میشه روی اون مطلبی که میخوایم تمرکز داشته باشیم و دقیقاً هدایت اجزای مغز در دستان ما باشه. که تو اسلایدهای قبلی بهتون گفتم که پرورش مغزمون دست خودمونه و ما میخوایم این رو یاد بگیریم. عوامل بیرونی که روی مغز تأثیر میذارن چیه؟ یکیش تغذیه است، چیزی که ما داریم در واقع میخوریم یا میآشامیم. خواب رو خدمتتون عرض کردم که میتونه چقدر تأثیر داشته باشه. اصولاً خواب یادگیری ما رو قوی تر میکنه. وقتی که ما یک مطلبی رو یاد میگیریم و بعد میخوابیم، این تثبیتش در مغز ما بیشتر میشه. بعضیا شب تا صبح بیدار میمونن، درس میخونن و بعد میرن سر امتحان بدون اینکه بخوابن. اینها اونقدری اون مطلب در ذهنشون نخواهد موند نسبت به افرادی که مطلبی رو میخونن و بعد 6 ساعت 7 ساعت میخوابن و بعد میرن سر جلسه امتحان. اینها طبیعتا خیلی خیلی بهتر مطلب رو به یاد خواهند آورد. ورزش به این دلیل که باعث میشه اکسیژن بیشتری به مغز برسه، باعث تقویت اون میشه. مغز 2 تا غذای خیلی مهم داره، یکی آب، یکی هم اکسیژن. و بازی‌های ذهنی که احتمالاً خیلیاتون بازی کردید، اینها باعث میشه که مغز شما پرورش پیدا کنه. خیلی‌ها برای جلوگیری از آلزایمر میگن که حتما بازی‌های ذهنی انجام بدید. این به این دلیلی که سلول‌های مغز شما همچنان جوان بمونه. و محیطی که شما درش درس میخونید یا مطالعه میکنید. میخوام در مورد 4 قسمت اصلی مغز با شما صحبت بکنم. این خیلی مهمه که جایگاه جسم‌ها رو در مغز بدونید کجاست، برای اینکه کمک بکنه متمرکز بشید روی اون قسمت و بدونید الان که مثلا دارید مطلبی رو مطالعه میکنید و حفظ میکنید، باید در کدام قسمت از مغزتون مسلط باشید. به قسمت زرد رنگ اصطلاحاً میگن لوب جلویی که در جلوی سر شما هم قرار داره. ورودی اطلاعات از این قسمته و رفتار و عواطف شما هم از این قسمت تنظیم میشه. قسمت پشت سریش که هم نیمکره چپ داره و هم نیمکره راست داره، مسئول اینه که بیاد اطلاعاتی که وارد شد رو تو قفسه های خودش قرار بده و اطلاعاتی که به هم ربط داره رو کنار هم دیگه بذارتشون.
و اینکه ما از حواس پنجگانه‌مون که داریم استفاده می‌کنیم، از این قسمت از مغزمون داریم استفاده می‌کنیم. ببینید مثلا شما یک مطلبی رو دارید یاد می‌گیرید به طوری که هم دارید می‌بینید، هم می‌شنوید و هم مثلا دارید آزمایشش می‌کنید. مثل یک درس، مثل درس شیمی. اینکه شما حواس پنجگانه‌تون رو در یادگیری ازش استفاده بکنید، طبیعتاً حجم بیشتری از مغزتون رو دارید به کار می‌گیرید و طبیعتاً یادگیریتون خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. خیلی اصرار دارم که به این نکته توجه بکنید. این که شما اجزای مغزتون رو بشناسید باعث میشه که تمام قسمت‌های مغز تحت فرمان شما باشن برای یادگیری. ما این چیزها رو داریم به شما میگیم واسه اینکه بتونید بهتر یاد بگیرید. پس وقتی که داریم مطلب جدیدی رو یاد میگیریم، ابتدا حواسمون باشه که داریم از لوب جلویمون استفاده میکنیم و این درس مثلا پنجم بود که درس یکم مثلا از 3 هفته پیش خونده بودم. این رو قسمت لوب جداری میفهمه و در قسمت خودش قرار میده، اصطلاحاً تسلسل مطلب رو برای شما حفظ میکنه. لوب خلفی چجوره؟ این میاد اطلاعاتی که شما یاد گرفتید رو حالا پردازش میکنه، تجسم میکنه، خیال بافی میکنه، خلاقانه عمل میکنه. حرکات و رنگ‌ها رو تشخیص میده. اصطلاحاً اون قسمت‌هایی که مربوط به بحث‌های خلاقیت خیلی خیلی لوب خلفی رو درگیر میکنه. و اینجاست که شما قسمت‌هایی که هایلایت میکنید، اون قسمت‌هایی که روی کتاب یا جزوه‌تون کارهای خلاقانه انجام میدید، تصویرهایی میکشید که به اون مطلب ربط داره، اینها باعث میشه که این قسمت از مغزتون هم درگیر میشه. و قسمت سرخ رنگ رو میبینید، لوب گیجگاهی، که اینجا قسمت حافظه است. حالا مطلب اومد در ذهن شما، چرخید، تحلیل شد، پردازش شد، حالا قراره یک جا قرار بگیره و بشینه. اونجا لوب گیجگاهیه، جایی که هیپوکامپ درش قرار داره. اون قسمتیه که حالا پردازش زبان هم هست، اینکه شما زبان‌های مختلف رو یاد میگیرید و اینکه متوجه میشه مغز این به چه زبانیه و باید چه جور متوجه بشه. در کلاس‌های زبان خیلی خیلی این قسمت فعاله و بعضی‌ها از ذهن ناخودآگاه استفاده میکنن برای تقویت زبان، به خاطر همینه، چون به صورت ناخودآگاه قسمتیه که مسئول پردازش زبانی شماست. و طبیعتاً گفتیم هیپوکامپ مسئول حافظه بلند مدته که این قسمت هم همون وظیفه رو به عهده داره. آمیگدال کجاست پس؟ آمیگدال وسط این اجزا هستش و اینجا دیده نمیشه. اگر ما این وسط یک برش بدیم، دقیقاً در وسط مغز آمیگدال قرار داره که یک جسم خیلی کوچیکی هست که باز اون هم مسئول حافظه و ارتباط مطالب با عواطف و خاطراته. میشه گفت هیپوکامپ که 2 قسمت هست، وسط این 2 تا هیپوکامپ قرار داره. بعضی‌ها با اسمای مختلف میان تمارین مشابه میدن. مثلا میگن که تقویت تمرکز، قدرت ذهن، افزایش دقت، افزایش حافظه. ببینید تمام اینها به یک چیز ربط داره و اون هم کنترل شما روی مغزتونه. و من اعتقاد دارم که تمام اینها به هم ربط داره. اگر ما تمرین تمرکز انجام میدیم، قطعاً داریم به حافظمون هم کمک میکنه. شما اگر بخواید چیزی رو حفظ بکنید، خب باید دقت داشته باشید. اگر بخواید دقت داشته باشید باید متمرکز باشید. اگر بخواید تمرکز داشته باشید باید رو ذهنتون مسلط باشید و اگر که بخواید رو ذهنتون مسلط باشید باید ذهن قوی داشته باشید. پس اگر من ذهنمو قوی کنم، طبیعتاً مسلط تر خواهم بود روش و میتونم تمرکز کنم وقتی مسلط باشم، حواسم به جای پرت نشه و نتیجهش اینه که دقت بالا دارم و به راحتی میتونم مطلب رو حفظ بکنم. دیدید اینا به هم ربط داشت؟ و بعضی‌ها میگن تمارینی که از آلزایمر جلوگیری میکنه یا غذاهایی که برای آلزایمر مفیده، اینا همش همینه. اینا همش برای تقویت مغز و هر چی که این تمرین رو شما انجام بدید، سلول‌های مغز جوانتری خواهید داشت و بهتر میتونید ازش استفاده بکنید. به منطقه خاکستری در تمرکز و تقویت ذهنتون توجه داشته باشید. شما اگر که در منطقه خاکستری باشید، هیچ چیزی رو نمیتونید حفظ بکنید و روش تمرکز داشته باشید. منطقه خاکستری منطقه‌ایه که حواستون به همه جا هست. مثلا گوشی کنارتونه، نمیدونم رفت و آمد دور و برتونه، صداهایی در گوشتون ممکنه بپیچه، حواستون روی دیوارتون مثلا ممکنه به یک نکته دیگه پرت بشه، دغدغه ذهنی دارید. اینا قسمتیه که منطقه خاکستری. بعضی حتی ساعت روبروشون باعث میشه که حواسشون پرت میشه، چون احساس میکنن زمان داره میگذره و داره دیر میشه و همین بهشون استرس میده و استرس قسمتی از مغز رو درگیر میکنه. شما وقتی گشنتونه، قسمتی از مغزتون درگیر اون فرمان گشنگیه. وقتی که خیلی سیرید و غذا زیاد خوردید، باز مغزتون درگیر هضم غذاست.
اینا همش ما بهش میگیم منطقه خاکستری. شما باید در منطقه‌ای باشید که در امنیت کامل، در حالتی که ذهنتون کاملا آرامه و دغدغه چیزی رو نداره و مغز درگیر اعمال دیگه‌ای در بدن شما نیست و نکته خیلی مهمی نیست که مغز شما رو درگیر کرده باشه، مخصوصا مسائل عاطفی که مستقیما رو حافظه بلند مدت شما تأثیر منفی میذاره. و در این شرایط بشینید مطالعه بکنید. شاید بعضیا میگن ما نمیتونیم که از گوشی همراهمون دور بشیم، کارمون خیلی مهمه. من قبول دارم، اما قطعاً میتونید مثل فوتبالیست ها 45 دقیقه از موبایلتون دور باشید و به کارتون و درستون برسید و بعد از 45 دقیقه برید گوشیتون رو چک بکنید به اندازه 15 دقیقه 20 دقیقه و مجددا 45 دقیقه برگردید در منطقه سفید مطالعه بکنید. پس شما تا وقتی که از منطقه خاکستری خارج نشید واقعاً نمیتونید هیچ کنترلی روی مغزتون داشته باشید. خب درس اولمون تموم شد، میتونیم بریم سراغ درس‌های بعدی.